دوستان، در فایل قبلی گفتم که شما با یک تمرین ساده متوجه خواهید شد که چطوری ذهن شما میخواد کنترل شما رو در دست بگیره و شما رو در فضای ذهن نگه داره. در اینجا میخوام یک اصل مهم دیگر رو با شما به اشتراک بذارم. ما انسان ها لحظات زندگیمون رو یا در فضای ذهن میگذرونیم یا در فضای خارج از ذهن. بیشتر از 95% مردم دنیا بیشتر لحظات زندگیشون رو در فضای ذهن میگذرونن به صورت ناخودآگاه و به این امر اصلا آگاه نیستن و فکر میکنن زندگی باید همین باشه، همینطوری باید باشه. ذهن یک فضای شلوغ پر از دغدغه، نگرانی، در گذشته چی شده، در آینده چه خواهد شد، پر از قضاوت و خواسته هایی که تمام شدنی نیست. ولی فضای خارج از ذهن دریایی از سکون و آرامش و جاییه که حضور خداوند اونجاست و این اصل خیلی مهمیه. شما لحظاتی رو که در فضای خارج از شلوغی ذهن هستین و این سکون و آرامش رو حس میکنید و تجربه میکنید، زودی نگید که اینجا خبری نیست و حوصلتون سر بره، چون ذهنتون خیلی زود سریع شما رو به سمت خودش میکشونه. اتفاقا خبرهای خوش همش اونجاست. من در فایل بعدی به شما توضیح خواهم داد در این مورد.